خارج از کشور به این سایت وصل میشی، داخل سایت تأمین اجتماعی بری نگاه بکنی ویپ شما داره آیا رد میشه رد نمیشه و به چه شکل هست. تمام اینها الان دیگه قابل انجام. سلام، خیلی خوش اومدیم به یک ویدیوی جدید از کانال یوتیوب من. امروز میخوام باهاتون در مورد این صحبت بکنم که چطور از خارج از کشور، حالا کانادا هستی، آمریکا هستی، انگلیس هستی، دبی هستی، هر جا که هستی، بتونی خدمات بانکی و تمامی سایت هایی که از ایران دسترسیش برای شما محدود شده رو بتونی دسترسی پیدا کنی و بتونی از این خدمات استفاده بکنی. خب همه شما میدونید که مثلا برای کارهای بانکی بعضی بانک‌ها وقتی شما از خارج از کشور سعی میکنی که وارد سایت بانک بشی، اپلیکیشن بانک بشی، دسترسی شما بسته است. این نیاز هستش که شما حضور فیزیکی، اون کامپیوتر فیزیکی توی ایران باشه و با آدرس آی پی ایران وارد اون سایت بشین، و یا اینکه شما مثلا ممکنه خارج از کشور باشی، یه دوستی داخل ایران زحمت بکشه و برای شما بیمه رد بکنه و شما دوست داشته باشه هر گاهی بری داخل سایت تأمین اجتماعی بری نگاه بکنی بیمه شما داره آیا رد میشه رد نمیشه و به چه شکل هست. تمام اینها الان دیگه قابل انجامه با اینکه اون سایت آی پی ایران رو برای شما باز نمیکنه و راه حل داره. این از این موضوع. یک جای دیگه هم ممکنه آی پی ایران به درد شما بخوره. ببین مثلا یک سری سایت هایی هستن، حالا نمیخوام به صورت موردی اسم ببرم، که مثلا برای نمایش فیلم یک سری خدماتی هستن که داخل ایران هستن و این سایت ها به محض اینکه شما با از خارج از کشور به این سایت وصل میشی، میاد از طریق شناسایی آی پی و کاری که خود فنی که خودشون انجام میدن تشخیص میدن که شما از خارج وصل شدی و از شما خدمات دلاری میگیره. یعنی بیس سایت و تیم توی ایرانه، اما چون میدونه که شما از خارج از کشور داری وصل میشی میخواد از شما خدمات دلاری بگیره. خب اینم راه حل داره. اینم با تکنیک که میخوام امروز بهتون یاد بدم خیلی راحت شما میتونی که این قضیه رو دور بزنی و انگار نه انگار که اصلا شما داخل شما خارج از کشور هستی به راحتی بتونی از این خدمات استفاده بکنی. بریم سراغ آموزش. نکته اول بریم سراغ آموزش. من میخوام تک تک نکات رو خدمتتون بگم که بتونین که از این خدمات رایگان استفاده. خب ببینید الان شخص من توی کانادا هستم و اینکه موضوع حالا اطمینان پیدا کنن کسایی که ویدیو رو میبینن، نگاه کنید آدرسی که داره برای من میزنه کلگری آلبرتا. خب پس من الان کانادام و مثلا میخوام سایت تامین اجتماعی رو میخوام باز بکنم. اوکی، سایت تامین اجتماعی. ببینیم چه پیامی به من میده. عدم دسترسی از محدوده جغرافیایی. چرا؟ چون این خدمات برای کسی که کانادا هست قابل انجام نیست. حالا من میخوام برم داخل سایت تامین اجتماعی وضعیت بیمه‌ای خودم رو چک بکنم. چیکار میکنم؟ اول از همین این که شما باید یک نرم افزاری نصب بکنی که من اینجا دارمش. ببین بلو استکس. اوکی، این نرم افزار بلو استکس اینو نصبش بکنین روی در واقع سیستمتون. خب ببینید نرم افزار اومد بالا. اسم نرم افزار بلو استکس اپ هست. خب این نرم افزار باز میکنیم. من داخل این نرم افزار در واقع پلتفرم اندرویده، یعنی اندروید، یعنی شما رو گوشیت هم میتونید اینو داشته باشی. یک نرم افزاری نصب کردم به نام یوز وی پی ان که توی پلی استور هست. برای نصبش هم که کافیه شما بیای اینجا این اپ سنتر رو باز کنی. خب اپ سنتر که بازش کردی اینجا میزنی یوز VPN. اینو اینتر میکنم و بعد نگاه کنی یوز VPN. به یوز VPN که رسیدی اینو نصبش میکنی. بعد از نصب بازش میکنی. حالا من میگه باید نرم افزار رو آپدیتش کنی. باشه، من آپدیتش هم میکنم. نمیخوام، یکم زمان میبره تا آپدیت بشه. حالا اینجاشو من ویدیو رو کراپ میکنم. خب نرم افزار من آپدیت شد. این صفحه نرم افزار هست. روی این علامت میزنیم و اجرا میشه. وقتی این تیک رو میزنه یعنی که
من الان به ایران وصل شدم. خب حالا دوباره میام توی این صفحه اول نرم افزار، فایرفاکس هم اجرا میکنم، میزنم آقا مثلا برو تو سایت تامین اجتماعی. اوکی، میام سایت تامین اجتماعی، و میبینیم که باز کرد سایت تامین اجتماعی رو. خب حالا من برای اینکه مطمئن بشم الان از ایران وصل شدم به سایت، میزنم آقا IP address. اینو که بزنی بهتون میگه شما الان از کجا کامپیوترتون متصل هست. لینک اول میخوام ببینم که آیا میزنه ایران یا کانادا. حالا میام تو سایت تامین اجتماعی، هم قسمت سوابقش، من میخوام سوابقمو نگاه بکنم. کجا بود؟ قسمت خدمات سابقه. خب روش کلیک میکنم. خب خدمات سابقه، اینجا یه ورود به سامانه داره، ورود به سامانه رو میزنی. بچه‌ها الان اگه از شما از داخل کانادا اصلا وارد این صفحه نمیتونیم بشین، ولی من وارد شدم. تنها کاری که کردم فقط این نرم افزار بلو استکس رو روی کامپیوترم نصب کردم، داخلش یوز وی پی ان رو از داخل اپ گوگل پلی دانلود کردم و الان میخوام قشنگ سوابق خودم رو نگاه بکنم. دمتون گرم که تا انتهای ویدیو رو نگاه کردین. ممنون میشم اگه دوست داشتین لایک کنین، سابسکرایب کنین و سوالی هم داشتین توی کامنت میتونین از من بپرسین. مرسی از همتون.